سلام. از اینجا و آنجا حتما درباره بالا رفتن قیمت شکر، روغن، تخم و دیگر خوردنی ها شنیدید. ما هم امروز در همین باره صحبت میکنیم که چرا قیمت ها بالا رفتند و بچه ها مثلا در فیسبوک، اینستاگرام در این باره چی میگویند. مقامات رسمی گفتند پایان آمدن قربی سامانی در برابر دلار سبب بالا رفتن قیمت مواد خوراکه شد که اساساً از روسیه و قزاقستان به تاجیکستان میآید. از بس که آرد، شکر و دیگر را با دلار میخرند، بالا رفتن قیمت دلار هم به نرخ محصولات بی اثر نمیماند. بسیاری از کاربران پرسیدند که اکنون با نرخ‌های بلند و مزد کم چیکار میکنند. شهریار قربان که ظاهراً دانشجو است در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام چنین نوشته است: 1 کیلو شکر 10 سامانی است. این در یگان چارچوبه نمی گنجد. من دانشجو هستم. سحر شکر چای میخوردیم که شکر هم قیمت شد. مگرم از این پس اکنون نان را در چای تر کرده خورده درس برویم. کاربر دیگری با نام فریدون عبدالرازق در فیسبوک شکایت کرده است کدام روز میرسد که مزد کارش برای خریدن 1 کیلو قند میرسد و تمام. سید احمد عالیموف هم گفته است که در واقع نرخ‌های بلند بیشتر از همه احوال مردم کم بی‌ذات را بد می‌کند. شرح او را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک می‌خوانیم. صد آفرین به مردم، به خصوص عائله‌های کم بی‌ذات، نفقه خوران، کارمندان بودجوی، دانشجویان، یتیمان و از بی سرپرستان. به خدا رحمم آمد، دلم سوخت. خداوند عاقبتش را بخیر کند وگرنه گرسنه به شیر زده است، میگویند بزرگان. برای همین به گفته کاربران دیگر، حکومت و مقامات تاجیکستان باید چاره بیندیشند که زندگی طبقه‌های فقیر و آسیب پذیر بدتر نشود. صفی الله 66 در اینستاگرام با مراجعت به مقامات گفته است: شما فکر نمی کنید که مردم دارند، ندارند، از کجا میخورند؟ کارگران دولت یک چاره جویید. شاید بعضی از مردم آرد یا روغن نداشته باشند. شهنازه 8523 هم در زیر گزارش رادیو آزادی در اینستاگرام سوال گذاشته و گفته است: مردم با قیمت‌های بلند گوشت و تخم و آرد و روغن چه کار میکنند؟ او چنین نوشته است: جناب عالی کجا را نظارت میکند؟ بیچاره کم بی‌ذات‌ها چه کار میکنند؟ از کجا میخورند؟ تخم نخورند، گوشت نخورند، از کجا قوتی کار میکنند؟ این چی گپ است؟ مردم را از گرسنگی میکشید، چاره‌اش را بینید. اقلا نرخ آرد و روغن و تخم را پایان آورید. کاربری به نام ملکه اوراق و هم در صفحه ما در اینستاگرام مقامات رسمی را تنقید کرده است که به قول او غم مردم را نمیخورند. این کاربر گفته است: حکومت کجا را نگاه میکند؟ آخر من میدانم که زندگیتان با میلیون است و فکرم معاش خود را سالها از بانکمت نمیگیرید، ولی مردم کم بی‌ذات روز حساب میکند که کی مزدش را میگیرد و کی قرضش را بدهد و تا کی مردم عذاب کشد. اما در این میان چند شرح گرفتیم از کاربران کشورهای همسایه، از جمله کاربر با نام رعنا عمرونا که در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: در کشور ما ازبکستان نیز همه چیز قیمت شد. در آینده چگونه زندگی میکنیم؟ با این مزد و حق نفقه چه کار کنیم؟ و قبل کاربر دیگری با نام ساشا ایوانوف: بالاروی نرخ در تمام روی عالم هست و عاقبت پاندمی کرونا ویروس است که به قول او کارش را کرد. بعضی از کاربران راه‌های پایین آوردن نرخ مال و محصولات را به مقامات پیشنهاد کردند و بد نیست اگر نظر یکی از آنها، شهرام، را بخوانیم که در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام گذاشته است. او نوشته است: چی باید کرد؟ همه می‌دانند که ما استحصالات نداریم. باید صاحبکاران را در داخل جدی دستگیری کرد. چگونه؟ بورچ‌های گمرکی و انداز را پایین آورد. اما کاربر دیگری باور ندارد که این چاره‌ها نیز به پایین آمدن قیمت تخم، شکر، روغن و دیگر خوردنی ها مساعدت میکند و برای همین در صفحه ما در اینستاگرام به دیگران مراجعه کرده و توصیه داده است. نصیحت یا توصیه محمد قیرانزاده چنین است: ای بندگان مؤمن و مسلمان، دیگر از پشت پایین رفتن نرخ نشوید و حتی آرزویش را هم نکنید. و تاجیکستان دعا رفته است که وقتی نرخ بلند شد دیگر 100 سال هم گذرد پایان نمی شود. برای همین عصب‌ها و سلامتیتان را احتیاط کنید. در واقع خود را از کرونا ویروس و هر بلای دیگر احتیاط کنید و یادتان نرود مثل این کاربر نظر و اندیشه‌های خود را به ما نویسید یا در ویدیو ثبت کرده بفرستید. و تلفنی که می‌بینید واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو دارد. در وبسایت ما هم عین کار را کرده می‌توانید. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.